نوش جونتون، سیم کارت سفید نوش جونتون. نکنه یه عالمه چیز سفید دیگه هم شما دارید که ما نگفتید. البته یه چیز دیگه مطمئنم که هست که مال شما سفید تره، اونم بخت و اقبالتونه که مال ما ظاهرا این شکلی نیست. نکنه کارت بنزین بی نهایت دارید و اشغال دارید میکنید. قضیه یه سوال بزرگ در ذهن من ایجاد کرد، اونم این که چطور چند ده هزار نفر سیم کارت سفید داشتن و لو نرفته بود تا الان؟ از کی تا حالا ما اینقدر دهن قرص شدیم؟ ما خیلی دهن لقیم به صورت کلی. ولی خب حالا این کاملا هم سفید نبوده، یعنی یه سری چیزا هنوز برای اونا هم فیلتر بوده، مثلا مثل سایت‌های مستهجن و اینا برای اون دوستان هم فیلتر بوده. یعنی تو سایت‌های مستهجن اینا هنوز با اونا هموطنیم، ایراد نداره. ولی اینو بدونید که خیلی